این هفته خبر تو خبر داره براتون از ترس خرچنگ نظام نسبت به ادامه قیام مردم ایران و هارت و پورتای ناشیانش تو جمعه بازار ولایت. اون حرف رو تکرار میکنم، در فقه ما آن کس که علیه حاکم عادل اسلامی بریزه به خیابان، بزنه، بکشه، آتش بزنه، باغی است و حکم باغی در فقه ما اعدام است. نگاه به خورناسای این خرچنگ عمامه‌دار نکنید، این همونه که از شنیدن اسم تلگرام 4 تا کل ملق میزنه. این نوچه ولایت این بار تو فاز سود زدن در تاریکی بود و تا دلتون بخواد قمپوز ولایی در کرد. در عرصه سیاست بازدارندگیمون هر چه بتونیم موشک تولید میکنیم و هر چه بخواهیم بردشو بالا میبریم. البته ما از این دورخیزها تو نظام ولایت زیاد دیدیم، اما همیشه سرنوشت مشترک دارن. حالا اجالتا موشک احمد خاتمی رو بیخیال میشیم، میریم سراغ پهباد نظام که ظاهرا هم میتونه راه بره هم میتونه پرواز کنه. مهاجر 6 وقتی به پرواز در می آید با انعطافی که دارد می شود چشمان تیزبین و دقیق فرماندهش. پهباد مهاجر 6 ما می تواند به صورت خودکار در باندهای کوتاه هم بنشیند و برخیزد. حالا مهاجر 6 به نیروی زمینی سپاه تحویل داده شده است که مرزهای کشور بیش از پیش امنیت داشته باشند. به همین شیوه میشه این موتور رو هم توصیف کرد. این موتور است، 2 تا چرخ دارد، میتواند دور خودش بچرخد. حالا توجه شما رو به حرف یک دیگه از دایناسورهای خبرگان جلب میکنم که چیزی به جز دغدغه سرنگونی نظام نیست، فقط استدلال رو داشته باشید. میگه آقا ما این نظام رو نمیخوایم، بنشینیم دعوا نکنید، بنشینیم حرف بزنیم با هم، ما انسان ما هم صحبت کنیم. خب نمیخواید، تبدیلش میخواد به چی بشه؟ میخواد یه نظام دیگر مثل این بشه، ایقایه است. یه نظام دیگر مثل این بشه، ایقایه است. بهتر از اینم محاله. بدترش هم که نادونیست که آدم بیا خوبا بده بد بگیره. عجب، بهتر از این نظام گیرمون نمیاد. بریم ببینیم خود آخوندا درباره این بهترین نظام چی میگن. از طرف دیگه کادر دولت، هم دولت الان هم دولت گذشته، فساد بیداد میکنه واقعا، آقازاده بازی بیداد میکنه واقعا، جوونا خسته شدن متاسفانه، دینگریزی زیاد شده، آرمانگرایی دیگه تعطیل شده متاسفانه. اینا هشدارهایی که باید به خودمون بدیم بیدار بشیم. آرمانگرایی دیگه تعطیل شده. این هم اظهار نظر بزبزقندی نظام درباره همین بهترین نظام. این نظام یا دوستخونه؟ ما مشکل فرهنگ سیاسی داریم. من اتفاقا تو انتخابات مناظره هایی که این رئیس جمهورها با هم میکنن که از سال مثلا 88 به بعد دیگه تا این دفعه هم همینطور بود، تندترین حرفای دروغ، ضد انقلاب، ضد نظام ترین حرفا، تهمت‌های واضح به هم دیگه میزنن. این پسر ما رأی اولی بود، داشت نگاه میکرد، ای بو میگفت دزده، او بو میگفت دزده. رأی اولی بود، گفت آقا ما به هر کی رأی بدیم پس به یک دزد رأی دادیم دیگه. گفت زنگ بزنیم 110 بگن 3-4 تا دزد دارن تو صدا و سیما برن بگیرنشون. هم خلاف قانونه. سیستم رو به لجن میکشی برای که دوباره خودت بیای تو همون سیستم سر اصل کار. خلاصه این که افتادن به جون همدیگه ولکن هم نیستن. بله دیگه، وقتی همه ذخایر نظام ته بکشه یه چنین وضعیتی پیش میاد. اون شوک میاد روی موضوع تخم مرغ. همزمان یه هفته قبلش لایه بودجه میاد، تو لایه بودجه می‌نویسه 15 میلیون 30 میلیون یارانه بگیر رو میخوام حذف کنم.
ما قبل از انتخابات میگفتیم بابا 6 میلیون آدمهای پردرآمد، آدمهای مشخص شده، اینا یارانه شده حذف کن 45,000 تومان نمیشه. حالا بعد انتخابات یا 30 میلیون یک شب حذف. خب همه دچار استرس میشن. نکنه یکی از این 30 میلیون من فرهنگی معلم باشم که 8 گروه نوهمه. اون روستایی بیچاره گفت مادر کی یارانه ها رو میریزم. یه شوک دیگه بگه بنزین رو میخوام بکنم 1500 تومان. بابا کارو میخوای بکنی تدبیر داره، حساب کتاب داره. اجازه مجلس داده بود سالی 10% ببری بالا، همه رو گرفتی کم کردی، یک ساله میخوای 50%، 100%، 50% قیمت سوختو ببری. یه شوک، مفاسد شوک. زلزله میاد آقای روحانی میگه ما پول نداریم، بذارید بریم از صندوق ذخیره. فردا آمده توی لایحه بودجه سال 97 فرهنگیان تو استاناشون باید برن حقوق بگیرن، یعنی استانداری ها باید حقوق رو تقسیم کنن. کانون شورش و بحران و اعتراضات از سال آینده استارت بخوره. استان باید تصمیم بگیره رو حقوق اینا. بعدم بگن ما پول نداریم فرهنگیان که به شما حقوق بدیم، باید بریم از صندوق ذخیره ارزی برداریم. صندوق ذخیره هم اجازه رهبری رو میخواد. نتیجه ای که آخوندا افتادن توی سرازیری و همینجوری میرن تا کله پا شدن. مشنگستان این هفته رو با خالیبندی سنگین نوه خمینی شروع میکنیم که میخواد با زور تلمبه ولی فقیه پنچر نظام رو باد کنه. پدر ما گاهی به شوخی میفرمودند که من یه وقتی منزل آیت الله خامنه ای رفتم، یه فرشی آنجا بود، من از زبری اون فرش به موکت پناه بردم. حالا که صحبت از ساده زیستی تو نظام ولایت شد، یادی هم بکنیم از این سرتش تک گلو پاره کن که با دار و دسته رفسنجانی اینجوری تصفیه حساب کرد. این ملوک تو استخر فرح چرا سکته زدن؟ سوال کردم چه ناراحت جامعه. امروز بگن سعید قاسمی مرد، فردا خبر به شما بدم. ما خبر داریم سرداره بودش داده بیداد میکرد، مرد. کجا مرده اینو؟ استخر فرح، چیز خونه فرح. نمیخندید شما؟ روز تاسوعا خودت کتاب نوشتی، گفتی من روز تاسوعا اهل بیت و وحشت مردم، صد لطیان اسکی بازی. ارمنی ها تو محل ما این کارو نمی کنن، تو چجوری کتاب نوشتی؟ این داده بیداده حزب الله ناراحته، میگن نه نگو اینا، جوابشو باید بدی، جوابشو باید بدی. شما جواب بدی. مگه سخت بده؟ مگه فلان بوده؟ همه میرن، همه علما میرن. خاک بر سر نظامی که همه علماش برن استخر فرح. حالا سری هم به جشنواره فیلم زجر آخوندا بزنیم و این کارگردان نورچشمی عظما که رفته تو سوریه فیلم ساخته اما یه سری حرفا رو نتونسته بزنه. طعن زنان به ما متلک میندازن که چرا نمیره سوریه؟ باش برو گم شو، برو تو اون کشور، برو اونجا کار بکن. با چه تهران نشستی؟ همین جشنواره پاسدار پیاس رفتم پیش حاج قاسم ببین اینا رو به من میگن، من چجوری بگم دلم میخواد از اینا حرف بزنم؟ خب چه کنیم؟ پیچیدگی منطقه است، دلایل اینجوری. تو این دلایل و هزار مسئله دیگر میاد میشه به وقت شام که من از یک لابیرنتی باید بگذرم به شدت پیچیده که من نمیتونم وارد خیلی حرفا بشم. بعد وایستم کنار یک پلان نشون بدم از قضیه حرم حضرت زینب. حالا علاقه‌مندان این فیلم عظما پسند چه کسانی بودند؟ خودتون ملاحظه کنید. به نظر من یکی از شاهکارهای فیلم‌های آقای آتمیکیا میتونه همین باشه. حتی فکر می‌کنم این فیلم قابلیت اینو داره که در سینماهای دنیا اکرام بشه. فیلم سازیشون برای سوریه است.
سرمایه گذاریاشون هم توی آمریکای لاتین و بولیوی و نیکاراگوئه. سرمایه گذاریایی که ما تو آمریکای لاتین هم کردیم همین اون چی شد سرمایه گذاریامون؟ الان سرمایه گذاری که تو ونزوئلا کردیم، تو بولیوی کردیم، تو نمیدونم نیکاراگوئه کردیم، اون یکی به ما بدهی داشت، بدهی رو راه رضای خدا ازش گذشتیم اینا. خب الان چی به دست آوردیم؟ هیچی. فقط از نظر ایدئولوژی ما میتونستیم بگیم ما رفتیم در حیات خلوت آمریکا و واشنگتن الان به لرزه در اومده که ما واشنگتن میخندید به ما با اون کارهایی که ما میکردیم. حالا تو ایران چه خبره؟ فقط یه نمونه از سیستم حمل و نقل در ایران، اونم تازه مال سلبریتی ها رو خودتون ملاحظه کنید. یه روزی بیشتر تو راه هم یه پرواز ما داشتیم تقریبا که پرواز ننشست، اومد روی تهران یه دوری زد، اصفهان ما رو پیاده کرد. گفتن که اونایی که میخوان پیاده شن، اونایی که میخوان ما میبریمشون هتل، فردا هوا که بهتر شد و تهران باند اجازه فرود داد میپرونیم. ما گفتیم نه، ما پیاده میشیم. من با تاکسی سواری میرم که برسم تو جاده، اومد تو مه هیچی هم نمیدیدیم، همینجوری میومد. ولی دقیقاً 4 ساعت و نیم 5 ساعت اومدیم رسیدیم پشت عوارضی کرج، کلا بسته بود. یکی از دوستامون زنگ زد گفت که قطارهای سریع السیر از قم گذاشتن به تهران. بردن ما رو اون صندلی جلوی از قطار اتوبوسی هم بود، شانس ما رفتیم اون جلو، کلمون هم چسبوندیم به دیوار و گفتیم خب گفت 1 ساعت و نیم میرسه. 9 ساعت و نیم تو راه بود. این هم از شهردار تهران و نمره‌ای که بعد از برف سنگین اخیر به خودش داد. قضاوتش بر عهده خودتون. گفتن که نمره شهرداری از 2018 بود. شهرداری 18 داده به خودش به خاطر عملکرد فوق‌العاده. سکانس آخر برنامه این هفته رو به یه داب اسمش اختصاص دادیم که ریزه‌کاری های جالبی داره. امیدوارم خوشتون بیاد. میخوام بگم در کل مردم باید بدونن که درآمد ارزی کشور از کل مخارج ارزی کشور به مراتب بیشتره و سال آینده درآمد ارزی ما حتما از امسال انشاءالله بیشتر خواهد بود. اینکه علا برکت الله، ولی اگه اینجوریه چرا دلار 4750 تومنه؟ اولا دلار 4750 تومان نیست، حالا وسط این دعوا شما نرخ تعیین نکنید و خیلی پایین‌تر از این هست، همین امروز هم پایین‌تر از این بوده.